حالا که در سینمایی هستیم بد نیست که به دوستان اشاره کنیم. آقای عباس کیارستمی، نورالدین زرینکلک، فرشید مسخالی، امیر نادری، بچه‌هایی که از بیرون فیلم ساختن برای کانون در اون سالها، بهرام بیضایی. در اون فستیوال فیلم بهرام بیضایی ساخته شد به اسم عمو سیبیلو اگر اشتباه نکنم، اولین فیلمی بود که برای بچه‌ها ساخت و بعدها فیلم‌های کودکان، چند فیلم دیگر کودکان، و آخرین فیلمی که برای کودکان ساخت فیلم باشو بود که همزمان شد با دوران انقلاب. پایان فیلم یعنی تموم شدن و تدوینش افتاد به اون سو. تا هر جایی که اسما یادم بیاد اشاره خواهم کرد بهشون. در سینمایی آقای فروزش، صادقی رو یادتونه؟ بخوام صادقی رو می‌خواستم در کتاب ها هم بشه، علی اکبر صادقی و فرشید مسخالی و حتی بازم زرینکلک هم اینو هم تصویرگر کتاب ها بودن. من اینجا می‌خوام اتفاقا نشون بدم این کتاب پهلوانان کار علی اکبر صادقی. نگاه می‌کنیم توکایی در قفس، دادخواه، عمو نوروز، فرشید مسخالی، گل بلور خورشید، خانم فریده فرجام و نیکزاد نجومی. اسمشون نتونستم بخونم برای اینکه یکی از کارهای اسطوره‌ای است و کار آقای بهمن فرسی و آقای بهمن دادخواه. گردآفرید، کارهای حماسیمون رو بیشتر علی اکبر صادقی کار میکرد. بعد از زمستان در آبادی ما، سیاوش کسرایی. مهمانهای ناخوانده، کار خانم فریده فرجام و نقاشی خانم فرمانفرماییان. اگر بخوایم این کتاب ها رو من به شما نشون بدم 300 کتاب خواهد. ماهی سیاه کوچولو برنده جایزه نوشته صمد بهرنگی و کار نقاشی آقای فرشید مسخالی. کار تولید صدا، اولین صفحه های بزرگ 33 دور بر روی کارهای غزلیات مولوی، آثار کلاسیک دنیا مثل موزارت و بتهوون، صدای شاعران ما، نیما یوشیج، معرفی شاعران کلاسیکمون، حافظ، احمد شاملو با صدای خودش و یا شعرهای مولوی و حافظ با صدای احمد شاملو. اگر بخوام همینطوری ادامه بدم بسیار خواهد بود. هوشنگ ابتهاج و بعد در موسیقی کلاسیک شوپن. اینا نمونه هایی بود که من آوردم و امانت گرفتم آوردم برای اینکه نشون داده بشه. این بود که در اون سالها هنوز نوار برای کار قصه گویی نبود، از صفحه های بزرگ استفاده میشد و بچه‌ها میشنیدن کتاب. بهتر است در اینجا از احمد رضا احمدی که یاد کنیم که ایشون بخش تولید صدا و موسیقی رو داشتن. یکی از کارهای بزرگی که انجام شده کار دستگاه‌های موسیقی ایرانی است با صدای آقای شجریان و کار بزرگی که آقای اسماعیل تهرانی و یارانشون کردن که تقسیم بندی کردن سگاه چیست و به زبان ساده و با موسیقی شرح میداد که سگاه چیست. حالا در موسیقی هستیم، یادی بکنیم از خانم شیدا قرچداغی. اینقدر چیز هست که آدم واقعا چندین ساعت طول میکشه. من میخوام اتفاقا یه ذره برگردم. شما شروع کردین اسم مسخالی و زرینکلک و اینا رو آوردین. اینا همشون نقاشی ها فوق‌العاده و برای همین بود که اومده بودن کانون، ولی هیچ کدومشون درس انیمیشن نخونده بودن. اصلا کانون مدرسه انیمیشن درست کردش. نه ولی اینا که اومدن شروع کردن نمیدونستن. من یادمه که مسخالی تمرین میکرد، میکشید دونه دونه این اعضا رو، یعنی با 10,000 تا بکشن تا یه حرکت چیز بشه. اینا یاد به خودشون یاد دادن. در ایران انیمیشن اون موقع نبود. این بچهای کانون خودشون به خودشون یاد دادن. صادقی تو زندگیش انیمیشن نکرده بود، به خودش یاد داد. ولی مسخالی رو من خوب یادم چون اولین کس بود که به خودش یاد داد و همون فیلم جایزه برد و با کسایی که درس انیمیشن در اروپا و امریکا خونده بودن. این بود که میگم جوونی کسی به ما نباید بگه چرا 22 ساله ها رو آورده بودی. این چون جوون بود فکر میکرد میتونه بکنه. اگه بزرگتر بود، مگه الان سن الانم داشتم میگفتم وای حالا اگه خراب شه چی؟ ولی اون موقع خراب شه چی نداشتیم، همه کار ممکن بود. و اینی که بچهای کانون که میگم منظورم اعضا نیست، منظورم کسایی است که برای کانون کار میکردن. اینا خودشون به خودشون میآموختن و موفق میشدن. این فوق العاده است.
حالا بعدش میتونیم ادامه بدیم. خب حالا توی این فاصله بچه‌ها باز من این کلمه بچه‌ها رو که من استفاده کنم تو خونه به من میگن این بچه‌ها سنش رو تعیین کن که چه بچه‌هایی میگم بچه‌ها همه سن هست. الان دوستان ما فیلم امیر حمزه رو از کار آقای زرینکل نشون میدن، بخشش رو واقعا در خب کارهای بزرگ نوآوری کردن دوستان در قسمت سینمایی و فستیوال فیلم. ما 12 فیلم فستیوال فیلم در ایران داشتیم و اینها همه حاصل کار یک بخشی از جوانهایی بود که تونستن این کار رو انجام بدن و دنیا رو جایزه هاش رو ببرن و از کودکان ما رو با فیلم کودکان به وسیله ایرانی آشنا کنن. اگه بخوایم در این زمینه پیش بریم خیلی زیاده و زمان فرصت نخواهد داد که به همه اشاره کنیم. بعد نیست حالا که در کتابخونه ها هستیم، ما 3 نفر داشتیم کتابخونه های شما رو میگردوندن، امور کل کتابخونه ها رو یاد بکنیم ازشون. آقای علی میرزایی بود، نیو نابت بود و آقای داریوش حقیقی طلب بخش روستایی. اون روستایی بود. بله. یکی دیگه هم بود. حالا دیگه معلوم میشه سن من بالا رفته دیگه، 23 سالم نیست. آقای موسوی فریدنی. آها. ایشون دورانشون خیلی اوایل بود، خیلی کم بود، ولی بعدها آقای حقیقی طلب حساب شد. ما امروز همینجا بذاریم این پرسش رو از شما بکنم، شاید ممکنه پرسش خیلی ها باشه. پیش از انقلاب اونهایی که قانون رو دوست نداشتن میگفتن قانون لونه زنبور نیروهای چپه. نه نمیگفتن نیروهای چپ، گفتن قانون لونه زنبور. لونه زنبوره. خب ولی حالا که نگاه میکنیم چه فرصتی فراهم بود که هر کسی با هر تفکری در قانون بود. از وقتی الان نگاه میکنیم از بچه‌هایی که اعضای سازمان‌های چپ بودن و حتی کشته شده در اون سالها، پژوهشگری مثل آقای حمید مومنی در قسمت پژوهش، خانم آهنگران در کتابخانه‌های کرج و بعد بسیاری از اونهایی که سالهایی رو در زندان در گذشته طی کردن ولی به یاری شما تا جایی ممکن رها شدن، در زندان نمودن و بعد از انقلاب بسیاری از اون بچه‌ها اعدام شدن. یادش بخیر آقای نوریان کار میکردن. این فرصتی که برای تفاوت نیروهای با تفاوت‌های فکری شما فراهم میکردین یک منظر تازه می آورد توی کانون. این بچه‌ها میمدن و کار آفرینش انجام میدن، کار پژوهش انجام میدادن، کار آموزش انجام میدادن. این چگونه فراهم میشد؟ مسئله این بود که بله ممکن بود اینا یه مسائل سیاسی داشتن که میگم من هیچ آگاهی نداشتم و ندارم. شایدم برای همینه که تو کاری که میکردم نسبتا خوب بودم، برای که سیاسی تو سرم نمیرفت. اینا میامدن تو قانون شروع میکردن اختراع کردن، شروع میکردن یه چیزی رو بسازن دیگه، به فکر چیز دیگه و بریم بیرون سیاست و این حرفا نبودن. فقط توی فکر این بود که این داستانش در بیاد، که این نقاشیش بشه، که این پژوهشش بگه نتیجه‌ای برسه. فقط قانون بود و دنیای بچه‌ها و نوجوانان و کاری که داشتن انجام میدادن و بعدم نتیجهشو فوری میدیدن. نمیشستن 10 سال که ببینن حالا چی میشه، فوری میدیدن نتیجه کارشونو. این که سیاست تو کار قانون نبود به اون صورت. وقتی به ما میگفتن لونه زن من هنوز میخندم. شاید خب ولی اگه نگاه کنیم بچه‌هایی که خب نگاه کنیم، عباس سماکار، تیفور بطایی، رضا علامه زاده در دوران رژیم گذشته پس از دستگیریشون تا حکم اعدام رفتن ولی به هر حال حبس ابد گرفتن. 3 فیلمساز بزرگ ما در جهان هستن و الان همه در برون مرز بر روی بعد از انقلاب به خاطر مسائل سیاسیشون زندگی می‌کنن. آقای علامه زاده یکی از بزرگترین مستندسازهای سیاسی در جامعه ایرانی است در غرب. سماکار همینطور نویسنده بزرگی است. آقای بطایی کارهای بزرگی کردن. به هر روی این فرصت بود. من نمیخوام دونه دونه از بچه‌ها اسم ببرم